اشاره فقط کنید؟ یک مطلب اینجا مونده، من از تفسیر کنز الدقایق و بحر الغرایب از علامه مفسرشون شیخ محمد ابن محمد رضای قمی مشهدی، من دیگه هم قمی است و هم مشهدی، خدا بخیر کنه، این در این کتابش که در ایران هم چاپ شده، تحقیق حسین درگاهی، در اینجا حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ذکر میکنه که کسی که من انکرهم او انکر واحدا منهم فقد انکرنی، هر کسی که یکی از اماما رو، حتی یکی از اونها رو انکار بکنه، مانند این است که من رو انکار کرده. بعد در اینجا چی میگه؟ و من انکرهم او انکر واحدا منهم فقد انکرنی یدل علی کفر اهل السنه صریحا. در اینجا میگه صراحت داره بر کفر اهل سنت، لانه لا شک فی کفر من انکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. استغفر الله. اینم که تکفیر صریح اهل سنت.